با امید که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب، فالو، شیر، زنگولگه یا چی ما نرا. دوستای عزیز، وایس آف دایکندی تازه بنا کردیم و خبرهای از سرتاسر جهان، خبرهای به سم نظر شما عزیزان میرسانم و کمک شما عزیزان را نیاز داریم. و امروز خبری که از افغانستان به نشر میرسه که متاسفانه در مزار شریف 4 عضو یک خانواده توسط افراد ناشناس تیرباران شده که هنوز قضیهش معلوم نیست. و دیروز در هرات 2 نفر افراد مسلح که کشته شده طالبان اونا را سارقین اعلان کرد که بعد خبر شدیم که بدبختانه اونا سارقین نبوده و عضو جبهه مقاومت بوده. و یک شخصی که در هرات خود را پیغمبر اعلان کرده بود و به قول بعضی گزارش ها جناب پیغمبر توسط طالبان کشته شده. و اینی خبرهایی که از داخل افغانستان به گوش میرسه. و خبر دیگه که پارلمان اروپا رسما اعلان کرده که رهبران گروه طالبان باید در دادگاه الهه معرفیشون باید جوابگو بشه. اونا نقض قوانین حقوق بشر انجام داده و تجاوزهای گروهی و ظلم، شکنجه در زندانها به ثبت رسیده. در سال 2025 که سازمان ملل ایره رسما خواسته که برای رهبران گروه طالبان باید در پنجه قانون سپرده شود. و اختلاف های شدیدی که در بدخشان به وجود آمده، جمعه خان فاتح معاون والی زابل طالبان بود، این استعفا داده بر اثر فشار و اختلافاتی که بین گروه طالبان تاجیک تبار و پشتون تبار بود، این مجبور به استعفا شده. و این خبرهایی که از سرتاسر افغانستان به گوش میرسه و در منطقه دایکندی متاسفانه 10 تا از عضو گروه طالبان تجاوز بر یک دختر انجام داده که این هم در شبکات اجتماعی به نشر رسیده خبرهایشی. و این خبرهای تجاوز، قتل، کشتار هر روز به گوش میرسه. و دوستای عزیز، از این ویدیوها اگر خوشتون آمد مرا لایک، فالو، سابسکرایب یادتون نراده. جهان سپاس دوستای عزیز.